نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. و هرچند بکوشید هرگز نمی توانید از نظر محبت قلبی در میان زنانتان عدالت برقرار کنید. بنابراین به یکی از آنان به کلی و طوری متمایل نشوید که دیگری را بلا تکلیف رها نمایید، و اگر راه اصلاح پیش گیرید و پرهیزگاری کنید، الله آمرزنده مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.